10 باور عجیب که ممکن است واقعیت داشته باشد. سلام دوستان، امروز می‌خواهیم به 10 باور عجیب بپردازیم که ممکن است واقعیت داشته باشند. باورهایی که از قدیم الایام دهان به دهان چرخیده و ذهن خیلی از ما رو به خودش مشغول کرده. آیا تا حالا به این فکر کردین که ممکنه ما تنها نباشیم؟ یا اینکه شاید بعد از مرگ هم زندگی ادامه داره؟ پس با ما همراه باشید تا با هم به دنیای اسرارآمیز این باورها یه سری بزنیم. از همون بچگی وقتی به آسمون نگاه می‌کردیم، یه سوال برامون پیش می‌اومد. آیا ما تنها هستیم؟ فضای بی‌کران پر از ستاره‌ها و سیاره‌ها، چطور ممکنه که هیچ کدومشون محل زندگی موجودات دیگه‌ای نباشه؟ گزارش‌های زیادی از مشاهده بشقاب پرنده‌ها و حتی ربوده شدن انسان‌ها توسط موجودات فضایی وجود داره. هرچند خیلی از این گزارش‌ها ساختگی یا اشتباه گرفته شدن، اما بعضی‌هاشون واقعاً عجیب و غیر قابل توضیح هستن. آیا تا حالا شده احساس کنید یه اتفاقی قراره بیفته و واقعاً هم افتاده؟ خیلی ها معتقدن انسان ها قدرت های ذهنی پنهانی دارن که باهاش میتونن روی اطرافشون تاثیر بذارن. حرکت دادن اجسام با ذهن، خواندن فکر دیگران یا حتی پیش بینی آینده از جمله این قدرت ها هستن. هرچند اثبات علمی برای این موضوع وجود نداره، اما تجربیات زیادی از افراد مختلف در سراسر جهان این باور رو زنده نگه داشته. یکی از بزرگترین سوالهای بشریت اینه که بعد از مرگ چه اتفاقی میافته؟ آیا همه چیز تموم میشه؟ یا روح ما به شکلی دیگه به زندگی ادامه میده؟ تجربه های نزدیک به مرگ، گزارش هایی از دیدن تونل نور، ملاقات با عزیزان فوت شده و احساس آرامش مطلق باعث شده خیلی ها به زندگی پس از مرگ ایمان بیارن. با اینکه علم هنوز نتونسته این موضوع رو اثبات کنه، اما نمیتونه هم اون رو به طور کامل رد کنه. چپتر 4. پیشبینی آینده. آیا میشه آینده رو دید؟ آیا کسانی هستند که بتونن اتفاقات رو قبل از وقوع پیشبینی کنن؟ پیشگویی، طالع بینی و حتی خوابهای صادقه از جمله باورهایی هستند که به ما قول دادن پرده از اسرار آینده بردارن. بعضی از پیشبینی‌های نوستراداموس یا بابا ونگا به طرز عجیبی به واقعیت پیوسته. و همین موضوع باعث شده خیلی ها به وجود این توانایی در بعضی افراد ایمان بیارن. چپتر 5. ارواح و جنها. از قدیم الایام داستان‌های زیادی درباره ارواح و جنها شنیدیم. موجوداتی نامرئی که در کنار ما زندگی می‌کنن و گاهی اوقات خودشون رو به ما نشون میدن. صداهای مرموز، حرکت کردن اجسام به طور ناگهانی و حتی دیده شدن اشباح از جمله تجربیاتی هستند که خیلی ها از اونها به عنوان مدرک وجود ارواح و جنها یاد می‌کنن. با اینکه خیلی ها این تجربیات رو به خرافات نسبت میدن، اما هنوز هم نمیشه وجود این موجودات رو به طور کامل رد کرد. چپتر 6. مثلث برمودا. مثلث برمودا منطقه مرموز در اقیانوس اطلس که ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها در اون به یک راز بزرگ تبدیل شده. بعضی‌ها معتقد فعالیت‌های مغناطیسی غیر طبیعی در این منطقه باعث این اتفاقات میشه، در حالی که بعضی دیگه پای موجودات فرازمینی رو به میون میکشن. با وجود تحقیقات زیادی که انجام شده، هنوز هم هیچ توضیح قطعی برای اتفاقات عجیب این منطقه وجود نداره و همین موضوع مثلث برمودا رو به یک معما جذاب تبدیل کرده. چپتر 7. تناسخ. آیا روح ما بعد از مرگ به بدن دیگری منتقل میشه؟ تناسخ باوری بسیار قدیمی هست که در ادیان و فرهنگ‌های مختلفی در سراسر جهان وجود داره. کسانی که به تناسخ اعتقاد دارن، معتقد روح ما بعد از مرگ به یک چرخ جدید وارد میشه و در بدن دیگری متولد میشه تا درس‌های جدیدی یاد بگیره و به سطح بالاتری از آگاهی برسه. هرچند اثبات علمی برای تناسخ وجود نداره،
اما گزارش‌های زیادی از کودکانی که جزئیات زندگی گذشتهشون رو به یاد می آوردن باعث شده خیلی ها به این باور گرایش پیدا کنن. Chapter 8 هیپنوتیزم. هیپنوتیزم حالتی از تغییر هوشیاری هست که در اون ذهن انسان به شدت متمرکز و پذیرنده پیشنهادات میشه. هیپنوتیزم درمانی کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف مثل درمان اعتیاد، کاهش درد و اضطراب داره. با اینکه هیپنوتیزم یه روش علمی شناخته شده هست، اما هنوز هم اصرار زیادی در مورد اون وجود داره و بعضی از جنبه‌های اون مثل هیپنوتیزم از راه دور یا خواب مغناطیسی همچنان مورد بحث و گفتگو هست. Chapter 9 موجودات افسانه‌ای. از قدیم الایام داستان‌های زیادی درباره موجودات افسانه‌ای مثل اژدها، ققنوس، یتی و پری دریایی شنیدیم. موجوداتی خارق العاده با قدرت‌ها و توانایی‌های فراانسانی که در داستان‌ها، افسانه‌ها و فرهنگ‌های مختلف حضور دارند. هرچند وجود این موجودات از نظر علمی ثابت نشده، اما گزارش‌های زیادی از مشاهده موجوداتی عجیب و غریب در نقاط مختلف جهان وجود داره که باعث شده خیلی ها به وجود این موجودات ایمان بیارن. Chapter 10 قدرت‌های فراتبیعی. آیا انسان‌ها میتونن قدرت‌های فراتر از حد تصور داشته باشن؟ تلپاتی، تلکینزی، شفابخشی با انرژی درونی و سایر قدرت‌های فراتبیعی از جمله مواردی هستند که همیشه توجه انسان رو به خودشون جلب کردن. هرچند وجود این قدرت‌ها همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار داره، اما گزارش‌های زیادی از افراد مختلف در سراسر جهان وجود داره که ادعا می‌کنن از این قدرت‌ها برخوردارن. این هم از 10 باور عجیب که ممکن است واقعیت داشته باشند. شما به کدام یک از این باورها اعتقاد دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید و فراموش نکنید که ویدیو را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.